در باب حقوق شوهر و حقوق زن از ما سوال کرده بودند و به شما وعده کردیم که در این باب با شما یک صحبتی میکنیم و الحمدلله که این زمان و این ساعت بالای ما و شما دست یافت و خدا خواسته باشد امروز از حقوق زنها بالای مردها که چی حقوق دارند انشاءالله صحبت میکنیم. البته ناگفته نماند که چگونه ای که پدر و مادر بالای فرزندها حق دارند، این چنین در اسلام فرزندها هم بالای پدر و مادر حق دارند. از بس که ما و شما از حقهای پدر و مادر صحبت داشتیم، لیکن از حقوق فرزندها بالای پدر و مادر صحبت نداشتیم. لیکن خدا خواسته باشد و اگر عمر باقی باشد در این موضوعها هم با شما البته صحبت میکنیم که فرزندها بالای پدر و مادر چه حقها دارند و این چنین در اسلام چگونه ای که شوهر بالای زن حقوقها دارد، این چنین زنها هم بالای مردها حقها دارند. پیش از آنه که این صحبت را بهر شما آغاز کنم، اولا میخواهم از زمانهای پیش از اسلام، زمانهایی که پیغمبر ما و شما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مبعوث به پیغمبری نشده بودند، آیا زنها در اون زمان چه حقها داشتند؟ آیا در دنیا تا زمان اسلام آمدن نسبت زنها چی معامله کرده می شد؟ من می خواهم کمی از تاریخ با شما صحبت کنم. اولا میگذاریم به یونان، دولت یونان که یکی از دولت‌های خیلی قدیمینه هست و بسیار آدم‌های دانشمند هم از داخل خود خارج کردگی برآوردگی هست، مثل افلاطون و مثل سقراط. در زمانهای یونان قدیم یعنی زنها چه حق داشتند؟ من چند اقتباس، اگر چنده که زنها در اون زمان هیچ قدر و قیمت نداشتند، برای آنه که فهم شما کامل شود، برای آنه که مادرهای ما و شما، خواهرهای ما و شما به قدر اسلام برسند، چند اقتباس از تاریخ، از زمانهای پیش از اسلام و پیش از محمد صلی الله علیه و سلم بهر شما مثال میارم. البته اگر معلم های تاریخ باشند یا کسانی که در نزدشان همین تاریخ هایی که نام میگیریم اگر وجود داشته باشند، میتوانند که با این تاریخ ها مراجعت کنند. در این تاریخ ها این سخن هایی که الحال من میارم البته درج شدگی هستند. در یونان میگوید وقتی که اگر زن جنایت میکرد، مثل جنایت به شوهر گپی بلند میگفت یا زن را یا شوهر را به احترامی میکرد، در حال حکومت یونان چنان قانون داشت که شوهر این حالت میتواند که مثل گاو یا گوسفند همان زن به قتل برساند. وقتی که اگر زن نافرمانی میکرد یا اینکه بی حرمتی میکرد، در حال مرد میتواند شوهر او که او را به هلاکت برساند و حکومت یونان بالای این شوهر هیچ محاکمه نمی کرد و شوهر را هم به دادگاه نمی کشیدند، به محکمه نمی بردند، زیرا که شوهر این حق داشت. دیگر حقوق پایمال شده زنها در اون زمان چی بود؟ میگوید زنها حق خرید و فروش نداشتند.
یعنی زن هیچگاه نمیتوانست که با پولی در دستش داشته به دکان رود یا به بازار رود یا برای خود چیزی خرید کند. این ده هم حکومت یونان به اونها حق نداده بود و حتی فروختم، یعنی چیزی که از مال دنیا می داشت وی را فروختن ده هم حق نداشت. وقتی که شوهر از دنیا می گذشت حال زن چگونه می شد؟ وقتی شوهر از دنیا می گذشت این زن باید و شاید دوست شوهر خود باید می گرفت، نوابسته که وی پیر است، وی جوان است، وی مالدار است، وی خانه دارد ندارد، اینها هیچ اعتبار نبود. فقط قانون همین بود که شوهر که از دنیا گذشت زن باید که چیکار کند؟ دوست شوهرش را در نکاح خود باید که درآورد. این دیگر قاعده در دولت یونان بود. و دیگر قانونی که در یونان نسبت زنها حکم فرما بود، این که چگونه ای که ذکر کردم افلاطون و سقراط که یکی از دانشمندهای یونانی بودند حکم برآوردند که اگر مرد با سبب زندگی قرضدار شود می تواند که در عوض قرض زن خود به همون آدم پولدار دهد. یعنی در عوض قرض می توانست است که مرد زن خود چکار کند؟ به همون مرد پولدار از همون مردی که قرضدار است به او تسلیمش کند. این هم افلاطون و سقراط در زمان خود حکم بر این کردند. بدبخترین زنها میگوید تاریخ در یونان قدیم زنی بود که فرزند نمیزایید. اگر یعنی زنی که نازا باشد این زن یکی از بدبخترین های زنها در بین دیگر زنها به شمار میرفت. دیگر پایمال حقوق زنها این بود که وقتی که اگر زن پیر میشد، یعنی به سن 50 و به 60 میرسید، مرد حقوق داشت که از دست زن پیرانسال گیرد او را از خانه پیش کند. دیگر وی حقوق نداشت که به این خانه که 20 سال و 30 سال و 40 سال و 50 سال با این مرد زندگی داشت به این خانه باز رجوع کند. وی دیگر حقی در این خانه زندگی کردن نداشت. دیگر حقوق پایمال شده زنها پیش از اسلام در یونان قدیم این چی بود؟ این بود که زن از شوهر میراث نمی برد. یعنی امروز اگر مردها از دنیا گذرند و مال و ملکی که باقی میمانند همان زن و همان فرزندهای زن از این شوهر میراث میبرند. لکن زنهای یونان قدیم پیش از اسلام این حقوق را تاریخ میگوید که نداشتند. این در یونان قدیم بود. بغیر این عقیده مردم دانشمندهای یونان این بود که زن فقط برای فرزند است و خلاص. یعنی از زن فقط گرفتن همان طول است، همان فرزند است و بس، و دیگر در هیچ معامله کار نمی آید مگر فرزند او برای همون دیار و برای همون زمان عزیز بود و خلاص. خود زن دیگر هیچ قدر و قیمت نداشت. میگذاریم به دولت استرالیا. میگیم ما و شما در دولت استرالیا تاریخ میگوید زمانهای پیش از اسلام چی بود؟ از همه بدبختیش همین بود که اگر کمی میگوید قحطی می آمد، اگر کمی نارسایی اگر در گوشت پیدا می شد، زنها را همچون حیوان استفاده می بردن و گوشت او را مردم همچون گوشت گاو و همچون گوشت گوسفند می خوردن. این در دولت استرالیا بود. این تاریخ میگوید، دنیا تاریخ است، در همون تاریخ بیان میکند.
دیگر قاعده بیرحمی و بی انصافی که پیش از اسلام در همین استرالیا وجود داشت این بود که شوهر وقتی از کار می آمد آن چیزی که از طعام در خانه وجود داشت پیش شوهر می آوردند. شوهر طعام ها را می خورد، باقی مانده که از او می ماند همون باقی مانده حق زن بود. یعنی زن با همراهی شوهر در یک دسترخوان نشستن جنایت بود. هیچگاه حقوق و قانون همان زمان اجازت نمیداد که زن همراه شوهر در یک دسترخوان طعام خورند، بلکه شوهر خورد تمام کرد باقی مانده او را بعد می تواند که زنها استفاده کنند. و دیگر قانون جنگلی و بدبختانه که پیش از اسلام در استرالیا بود این بود که زن با فرزند خود در یک خانه نشستن حق نداشت یا نمی توانست که فرزند خود نوازش کند. این ده هم دولت همان زمان به زنها حقوق دادگی نبود. دولت روم، دولت عربی که از بین آنها این آفتاب تابان برآمد و دنیا را روشن کرد. در دولت عرب چگونه معامله نسبت زنها وجود داشت؟ از همه بدبختتر، از همه زیشتر، از همه بدتر تاریخ دوره جاهلیت عرب هاست. میگوید در دولت عرب ها، پیش از آنی که دولت عرب ها را برای شما بیان کنم میخواهم از دوره های زردشت هم به شما بیان کنم. زردشتی که دعوای پیغمبری دارد و یک کتاب دارد به نام اوستا. امروزها شاید که ما و شما از زبان بعض شخصیت ها میشنویم که کتاب مقدس اوستا میگویند. آیا این کتاب مقدس اوستا تا چه اندازه مقدس است؟ من برای شما از همین دین زردشت، از همین کتاب اوستا یک اقتباس آوردم، میخواهم همونه برای شما گفته دهم. در دوره ساسانی زردشت که اینا میگه پروفسور کریستین بارتیلما گفتگی که در کتاب ملا مستضعف قراتگینی که یک کتاب الحال وی تبدیل داده است، از ایران و اسلام و از مرتضای مطهری که خیلی سندهای مستحکمی دارد برای ما و شما خبر میدهد که زن در دین زردشت به حیث شخصیت شناخته نمی شود. یعنی وی شخص نیست، وی انسان نیست، بلکه وی به حیث چیز شناخته می شود. یعنی مثل چیزی که در دست ما و شماست، دنیایی چیزایی که داریم که کسی را خواهیم میتیم و از کسی خواهیم میگیریم. انا زن در دین زردشت میگوید انا همین حقوق داشت. یعنی حیث چیز بود، حیث شخصیت شناخته نمیشد. و دیگر بدبختی که در همین کتاب اوستا نسبت زن هاست همین است که اگر زنی که حیض باشد میگوید یا زنی که در نفاس باشد، یعنی بعد کودک تولد کردن، اگر همون شوهری همون مبادای یا سهوان یا مثال نافهمیده یا که قصدن اگر دستی همون زنی حیضه یکی دارد یا دستش در بدن او رسد، در گردن مرد غسل جنابت فرض می شود. این در کتاب همون مقدس اوستایی که بعضی از برادران ما و شما وی مقدس شماریدند. و دیگر مسئله های درشت در این دین زردشت و در این کتاب اوستا موجود است که در کتاب اوستا آب، خاک، آتش اینها خیلی چیزهای مقدسی هستند. حتی همین زردشت گفته بود است که من در آسمان دوم وقتی برآمدم یک گروه دوزخیان دیدم
وقتی پرسیدم که اینها به سبب چی دوزخی شدند، گویا که خداوند به زردوشت گفته باشد که اینها به آب گرم آبازی کردن، غسل کردن، از این خاطر اینها دوزخی شدند. در دین زردوشت به آب گرم یا به آب غسل کردن، آبازی کردن سبب دوزخی شدن انسان میگردد. آب چیزی مقدسی هست که فقط برای خوردن و برای درختها را آب دادن استفاده بردن در کار خلاص، دیگر در هیچ در آبازی کردن فقط بول گاو، میزک گاو تازه کننده بوده است. این از عقیده زردوشت، این از عقیده اوستا که امروز میخواهند که همین دینه که ما و شما به سبب این وقت ما کسی میگن دین ما پیشین زردوشت بود، باور کن باید عیب شرم است که ما همین دین باید که به زبان ما نرانیم. این یک عیب، یک شرمی بود که خداوند پیشینی های ما و شما را در این دین نگاه داشت. چه یک بدبختی بود. در همین دین زردوشت خدا در قرآن چی میگوید؟ میگوید ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم الا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا. بین خداوند میگوید ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. خدا میگوید که ای بندگان خدا، شما نکاح نکنید آن زنهای را که در نکاح پدر شما بودند، یعنی با مادرهای خود نکاح نکنید. الا ما قد سلف، مگر این که در دوره های جاهلیت خدا میگوید وقتی که اگر پدر از دنیا میگذشت یا پدر اگر زنی خود طلاق میداد، فرزند او این مادر را نکاح کرده میگرفت. خدا همین یادآور میکند ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. از اون زنهایی که پدرهای شما اونها را نکاح کرده گرفتن، اونها را شما دیگر حق ندارین گرفتنده. این چی کاری زشت است؟ خدا میگه این چی کاری بد است. متاسفانه در دین زردوشت در کتاب اوستا اجازت است که انسان مادر خود در نکاح درآورد. این کتاب است، در دست ماست کتاب، این هوایی نیست. حتی زردوشت گفته است اگر کسی گفته است مادری خود در نکاح می درآورد یا خواهر و اپی خود در نکاح می درآورد، چه گناه کبیره ای که کند خدا را می بخشد. این از عقیده اوستا. خدا یادآور می شود الا ما قد سلف گذشته، مگر آن گذشتگان این کار زشت برای خود روا دیدن کردند. شما ای بندگان من امروز که به نعمت اسلام مشرف شدید، این عمل را نکنید که این عمل زشت است و بد است و ناخوب است. در عرب چگونه که ذکر کردیم چه تاریخ بدبختانه داشتند، چه تاریخ ناخوب داشتند، چه زمانی بینهایت بد را از سر خود سپری کردند. از همه بدبختیش در همین است. من همگی دو اعمال بدی آنها را برای شما یادآور می شوم که زنها در زمان پیش از اسلام در عربستان، در مکانی که پیغمبری خدا تولد شدند، چگونه معامله می کردند. یکم خدا در قرآن می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به الا ان يمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. صدق الله العظیم. خداوند از زمان جاهلیت عرب یادآور می شود به ما و شما. خداوند می گوید هر وقتایی که به اینها مژده تولد دختر داده می شد،
یعنی می گفتن که ای برادر، در خانه تو دختر تولد شد، اذا بشر احدهم بالانثى، انثى گفته همون دختر میگویند. خدا میگوید وقتی که به اینها خبر داده میشد که در خانه تو دختر تولد شد، ظل وجهه مسودا، خدا میگوید در حال چهره این مرد سیاه میشد، و هو کظیم، و چنان غضبناک میشد، چنان غضبناک میشد و چنان چهره وی سیاه میشد از شنیدن مژده‌ای که در خانه تو دختر تولد شد. یتورا من القوم من سوء ما بشر به، خدا چی میگوید؟ میگوید که این مرد وقتی که در خانه اش دختر که تولد میشد، در حال از قوم رو میگردانید، پشت میگردانید، در بین مردها دیگر خودم مرد گفتن نمیتوانست، از ننگ و از ناموس و از این کاری که در خانه او پیدا شده است. ایمسکه علی هون، خدا در دوام آیت میگوید او یدسه فی التراب، خدا میگوید که این مرد در خیال خود چی میگذرانید؟ میگفت که یا با این ننگ یا با این بیقدری در بین مردم روز میگذرانم، او یدسه فی التراب، یا اینکه این دختر باید من زنده به زنده باید در گور جا کنم. الا ساء ما یحکمون، خداوند چی میگوید؟ میگوید چه حکمی ناخوبی کردن، چه حکمی زشتی را در بین خود روا دیدن این مردم عرب. الا ساء ما یحکمون. این آیت دلالت بر این میکند که دوره های جاهلیت عرب پیش از آمدن پیغمبری خدا نسبت زنها این معامله را روا می دیدن که اول با پیدا شدن دختر، با تولد شدن دختر در خانه چی غم و دقت، چی مصیبت در اون خاندان پیدا می شد و این مرد به نهایت بی‌قدرترین مرد در بین همه مردها به شمار می رفت و باید که چیکار میکرد؟ باید که این دختر را میگرفت، چه در حالت نوتولدی یا اگر کمی او را تربیه میکرد به 3 ساله و 4 ساله میرسانید، برده یا در چاه میپرتافت یا در گور و زنده به زنده گور میکرد. این خداوند در قرآن برای ما و شما حکایت کرده ایستاده است. از این خاطر هم اگر نظر کنین در سوره تکویر پاره 30 از قرآن آیت 8 و 9 از او خدا چی میگوید؟ و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت. خداوند در روز قیامت از این ظالم ها، از این بدبختانی که در دوره جاهلیت فرزندهای خود زنده به زنده برده در گورها جا کردن، از اینها نه، خدا میگه و اذا الموعودة سئلت، من از این طفل میپرسم، از این طفلی که 3 سال و 4 سال، یعنی وقتی که وی یک دوسترویک است، وقتی که وی محتاج نوازش است، محتاج دوستی است، در همین زمان وقتی که او را برده زنده به زنده این عربهای جاهل وقتی در گور جا کردن، من از اینها میپرسم. چی میپرسم؟ به ای ذنب قتلت، ای دخترک این پدر ظالمی تو برای چی تو را قتل کرد؟ من همین سوال از این کودک ها، از این جوان دخترها پرسان میکنم. قیس ابن عاصم در تفسیر ابن کثیر در همین آیه و اذا الموعودة سئلت در تفسیر همین چی میگوید؟ میگوید من بار نزد پیغمبر آمدم، بار نزد پیغمبر آمدم و با او شکایت کردم ای پیغمبری خدا، من قیس ابن عاصم هستم، من به اسلام مشرف شدم، لکن در دوره جاهلیت 13 دختری خود را به دست خود در گور زنده به زنده جا کردم
ای پیغمبری خدا، حکم اسلام بالای من چی هست؟ پیغمبری خدا گفتن، رفته گفت چند غلام آزاد کن. در هر سری این دختری که تو زنده به زنده گراندی، در سری هر کدام این یک غلام را آزاد کن. قیس ابن عاصم گشته گفتن پیغمبری خدا، من اشتری زیاد دارم. رسول اکرم گفتن مادام اشتری زیاد داشته باشی، سری هر یک فرزندی که تو به قتل رسانیدی قربانی کن. و خداوند به حرمت این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که تو اظهار کردی، خداوند گناههای جاهلیتی تو را می بخشد. سعسعه هم که در تفهیم القرآن ابو اعلای مودودی در تفسیر همین سوره، در تفسیر همین آیت که پدر یکی از شاعرهای خیلی مشهور عرب بود، سعسعه، نزد پیغمبر آمدم و گفتم ای پیغمبری خدا، من در دوره های جاهلیت نگذاشتم که 360 دختر محله ما را زنده به زنده برده در گور جا کنند. وقتی پدر و مادر او اراده میکردن که این دختر را برده در گور زنده به زنده جا کنند، من از جانب هر فرزند اونها 2 اشتر میدادم تا که اون دختر را به وایه برسانند. پیغمبری خدا، آیا اجر من، ثواب من چی هست؟ پیغمبر گفتن همین اسلامی که تو مشرف شدی، انا همین اجری همان دوره جاهلیتی تو هست. همین اجری همونی است که تو این 360 دختر در سبب شدی و اونها را زنده به زنده در گور جار نکردن. این گونه قصه های از دوره های جاهلیت پیغمبر بهر ما و شما آمدگی هست. حتی من برای شما میخواهم، برای آنی که شما باوری کامل حاصل کنین که هر یک سخنی که من بهر شما خبر میدهم از کتابهای معتبر هستند و همه اینها سندهای قوی دارند، سندهای ضعیف ندارند، تا که فهم شما زیاد شود، تا که مادرها و خواهرای ما با قدر این اسلام عزیز برسند که از آمدن اسلام، از قدوم اسلام، از قدوم پیغمبری خدا، چه دهیه کلبی در زمان پیغمبری خدا حیات به سر می برد. می گوید 60 سال حیات خود دهیه کلبی در کفر گذرانیدگی بود و پادشاهی را هم به عهده داشت. 700 نفر، صاحب درة الناصحین میگوید 700 نفر میگوید از اولادهای پیغمبر خیش قومیتش در زیر دست همین دهیه کلبی کار میکردن، روز به سر میبردن. پیغمبر خدا دائم دعا میکرد پروردگارا دهیه کلبی را به اسلام مشرف گردان. چگونه ای که پیغمبر در حق عمر و در حق ابو جهل دعا کرده بود که خدایا به یکی از اینها اسلام را مشرف گردان، که اینها خیلی نفوذ کلان داشتن در مکه مکرمه و خداوند عمر را به اسلام مشرف گردانید. این چون پیغمبر در حق دهیه کلبی دعا میکرد، خدایا دهیه کلبی چه آبروی کلان دارد، چه مردم زیاد در زیر دست دارد، خدایا همین دهیه کلبی را به اسلام مشرف گردان. دعای پیغمبری خدا مثل تیری در هدف می رسیدگی دعای پیغمبر قبول شد. روز همین دهیه کلبی خواست که نزد پیغمبری خدا بیاید و اسلام را عرضه کند. در حال جبرائیل پیک رحمان نزد پیغمبری خدا آمد، گفت محمد خداوند به تو سلام میفرستد، بعد سلام به تو یک بشارت میدهد که دعای تو قبول شد، در دل دهیه کلبی نور ایمان جوش زده ایستاده است، این زمان یا زمان دیگر در مسجد تو حاضر می شود. پیغمبر خدا از شنیدن یک نفر مسلمان چه خوشنودی او را فرا گرفت.
حضرت میگوید از جای خود خیستند، نگاه کردن که دحیه کلبی با آب چشم با قدم‌های کلان کلان به سوی مسجد حرکت دارد. رسول اکرم وقتی نزد دروازه که دحیه کلبی رسید، درها چادر مبارک از بالای سر گرفتند و نزد دروازه مسجد پهن کردند و گفتند خوش آمدی دحیه کلبی، به مسجد مسلمان ها مرحمت، نور دیده تاج سر حضرت دحیه کلبی در حال آن چادر پیغمبر خدا را گرفتند و در دیده های خود میگم مالیدند و بوسه کردند و گفتند ای پیغمبر خدا، در دل من نور اسلام جوش میزند، دین اسلام جوش میزند، میخواهم که کلمه شهادت، کلمه طیبه را برای من عرضه کنی. پیغمبر خدا گفتند بگو ای دحیه کلبی لا اله الا الله محمد رسول الله. دحیه کلبی که وجود پر از ایمان بود با سوز و گداز لا اله الا الله محمد رسول الله را بیان کرد. رسول اکرم را در آغوش گرفتند. دحیه کلبی میگه چنان گریه میکرد که هیچ گریه او را دیگر کسی پیش گریه او را گرفتن نمیتوانست. رسول اکرم گفتند آیا برای چی گریه میکنی ای دحیه کلبی؟ گفتند ای پیغمبر خدا، من 60 سال حیات خدا در جاهلیت گذرانیدگی هستم و من زنهای زیاد داشتم و از این زنهای من دخترهای زیاد تولد شده است. از این دخترهای زیاد قریب 70 تای او را خود به دست خود من زنده به گور کردگی هستم. ای پیغمبر خدا، حال من در قیامت چی می شود؟ از خدای خود بپرس، اگر اجازت دهد من راضی هستم که خودم را به دست خودم قتل کنم و اگر خداوند رخصت دهد من تمام مال و ملکی که دارم همه اون در راه خدا خیر و احسان میکنم تا که از این گناهی من خدای مهربان گذر کند. رسول اکرم میگوید گریان شدن، در حیرت افتادن. این چی جهل بود، این چی جاهلیتی بود که این مردم فرا گرفته بود. رسول اکرم در حال از جبرائیل امین پرسان کردند. جبرائیل پیک رحمان میگوید یک زمان ناپدید شد و گشته آمد گفت ای پیغمبر خدا، به دحیه کلبی خبر بده، به دحیه کلبی خبر بده که وقتی که وی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را با زبان خود راند، آن گناهایی که در دوره جاهلیت کرده بود همگی را خدا مغفرت کرد. رسول اکرم خرسند شدند و این بشارت را به دحیه کلبی گفتند و به سوی اصحاب گشته گفتند خوش به حال ما و شما که چنان خدای داریم که با یک کلمه گناه و پلیدی ها و جاهلیت 60 ساله دحیه کلبی را بخشید. هر روز ما و شما چند مراتبه کلمه شهادت میگوییم، چند مراتبه تسبیح خدا میگوییم. خوش به حال ما و شما که خدا ما و شما را میبخشد. پیغمبر اینو به اهل اصحاب خبر داد. بین این حکایه ها، این تعریخ ها گواهی آن هستند که در اصل تا زمان اسلام، تا زمان آمدن پیغمبر چی جهل و چی نافهمی ها دنیا را فرا گرفته بود. زن، دختر اینها قدر و قیمت نداشتند. در تفهیم القرآن که صاحب او ابو اعلی مودودی هست میگوید که یک روز پیغمبر خدا در مسجد نشسته بودند. در مسجد نشسته بودند، به ناگاه یک مرد از همان زمانهای جاهلیت پیش از اسلامی نزد پیغمبر آمدند و گفتند پیغمبر خدا، یک سوال بر تو دارم. گفت چی سوال داری؟ گفت من زمانهایی که از اسلام درک نداشتم یک دختری داشتم، تخمین 4 سال بود یا 5 سال بود، با من بسیار انس گرفته بود. هر جایی که می رفتم همراه من می رفت و هر کاری که می گفتم برای من یاردم می داد و برای خود این بودن دختر را در خانه عار می دانستم، ننگ می دانستم.
و مجبور شدم که این دختر را نابود کنم و او را باری میگوید فریب دادم. گفتم ای دختر، گفتم بیرون از کشلاق تماشا می روی. میگه این دختری من که بر من اونس گرفته بود و دائم پیوسته که با ما بود، میگه با من راضی شد. ما از دستش گرفتم، میگه رفتم. وقتی به نزد چاه رسیدم، یک چاه بود، میگه خیلی چقور بود و این دختر را فریاد زدم نزد من بیا، من بر تو یک شیرینی میدهم. وقتی این دختر میگه با یک چهره خندان نزد من دویده آمد، من وای از دستش برداشتم و در همون چاه پرتافتم. پیغمبر وقتی شنیدن پرتافتن این دختر را شنید، میگوید چنان گریه کرد که حتی میگوید این ریش کلان پیغمبر خدا از آب دیده تر شد. صحابه ها بعد جانب این مرد چی گفتن پیغمبر خدا را غمگین کردی. این چه حکایه بود که برای پیغمبر خدا خبر دادی؟ پیغمبر گفتن که پیش راه او را نگیرید، گویا که تا آخر وی حکایت کند. بعدن چی شد؟ وقتی تو وی را در چاه پرتافتی، بعد چاه پرتافتن چه حالت رخ داد؟ این مرد گفت پیغمبر خدا فقط همین قدر شنیدم، پدرجان این چه حالت بود؟ پدرجان این چه حالت بود؟ این سخن از زبان همان دخترم شنیدم، دیگر چیزی از زبان اون نشنیدم. نمیدانم حالی وی دیگر چی شد. این کودک ها به ای ذنب قتلت، روز قیامت از همین پدرها و از همین مادرها میپرسیدند. حتی پیغمبر خدا میگوید چنگ در سینه های مادر میزد است و میگفت از بهر چی مرا قتل کردی؟ آیا من چی گناه داشتم در دنیا؟ این است زنهای دورای پیش از اسلام، دورهای پیش از آنه که پیغمبر شما و شما مبعوثی به پیغمبری شدن. حال زنها چگونه بود؟ وقتی اسلام آمد نظر می اندازیم اسلام به زنها چی داد؟ خدا در قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و عاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظیم. در قرآن یک سوره مخصوصی هست به نام نساء، به نام زنها. قریب 187 آیت است، 187 جمله هست که از تمام زندگی زنها خدای مهربان به ما و شما خبر میدهد. خدا در این آیت چی میگوید؟ ببینید قدر زنها را در اسلام. و عاشرهن بالمعروف، خطاب به همه ما و شما مردها میکند. خدا ای مردها در زندگی با زنها نیک باشین، خوب باشین، معامله نیک کنین. در زندگی وقتی که شما زن در نکاح خود در آوردین، خداوند میگوید با آنها معامله خوب کنید، با آنها زندگی نیک را انجام دهید. فإن کریهتموهن، بین در دوام خدا چی میگوید؟ اگر مبادایی که شما این زنها را دوست نداشتید، این زنها وقتی که برای شما پسند نباشد، ممکن از روی جمال، ممکن از روی خصلت، ممکن از روی رفتار اگر به شما معقول نباشند، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ای بنده من، خدا میگه هوشیار باش، اگرچه همین زن به تو معقول نیست، اگرچه شکل همین به تو معقول نیست، گفتارش به تو معقول نیست، شاید که در آن چیزی که خدا میگوید برای شما پسند نباشد، برای خدای شما پسند باشد. شاید که همین زنی که خوب صورت نیست، خوب رفتار نیست، شاید که همین زن برای شما فرزندهای بهترین تولد کند. شاید که تو این طلاق دهی، تو این از نزد خود دور کنی، یک زنی زیبا صورت بیاری، یک زنی زیبا رفتار بیاری، لکن ممکن که مثل این خدا میگوید با تو فرزندهای خوب تولد نکند.
در آن چیزی که شما بد میبینین شاید خدای شما و نقص بیند. این خدای مهربان به سوی بندگان، به سوی مردها مراجعت دارد. پیغمبر خدا هم چی میگوید؟ لا یفرک مؤمن مؤمنتا ان کره منها خلقا رضی منها آخره. این حدیث ابو داود است. پیغمبر خدا گفتند ای مردها، وقتی که از زنها شما اگر گفتاری ناخوب میشنوین یا در معامله زندگیتان جنجال میکنین یا اینکه یگان دشنام برای تو میدهد یا اینکه از خانه قهر کرده میرود، لا یفرک، پیغمبر گفتند تو غمگین نشو، تو خشمگین نشو، در طلاق کردن شتاب نکن، رضی منها آخر، شاید که فعل دیگری زن تو را راضی کند، شاید که وای قهر کرد رفت. باز شما می توانین با طریق مصلحت، با طریق نصیحت او را به خانه خود بیارید و بعد این مصلحت ها و بعد این نصیحت ها باز فعل های پیدا کند که از این فعل هاش شما راضی شوید. این از توصیه خداوند، این از توصیه اسلام، این از توصیه پیغمبری خدا. حتی خداوند در سوره بقره به ما و شما میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن. من قدر زنها را بینید. خدا میگوید ای مردها آگاه باشین که زنها لباسی شما هستند و انتم لباس لهن، و شما لباس اونها هستید. چگونه که لباس به انسان یک آمیزش دارد، چگونه که مرد به لباس پیوستگی دارد، خدا میگوید که انا همین زنها لباس شما هستند و شما باشید لباس زنها هستید. این از قدر زن در اسلام. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، سوره نساء میگوید. و صاحب بالجنب، خدا میگوید با جنب خود، یعنی در پهلوی خود بودگی زن، مقصد از این زن است، با زنهای خود نیکویی کنید. سپارش های خداوند برای مردها این است که با زنها دغلانه زندگی نکنید، با زنها دغلانه رفتار نکنید، زنها را زیر لت و قب قرار ندهید، بلکه با آنها زندگی خوشبختانه را از سر گذرانید، آنها را دوست دارید، آنها را نوازش کنید. پیغمبر خدا میگوید بین دوره جاهلیت دخترها را زنده به زنده در گور می انداختند. وقتی پیغمبر خدا به دنیا آمدند چی گفتند؟ من کانت له انثى، اگر کدام مرد یا کدام زن صاحب دختر می شود، یعنی در خانه خبر میتن که ای فلانی آگاه باش که امروز زنی تو دختر تولد کرد، در این شنیدن دختر باید که مادر و پدر چنان خرسند شوند، زیرا که این بهترین نعمت از خدا در قرآن میگوید. بهترین نعمت بودن فرزند، چی فرزند دختر باشد چی بچه باشد، شما از مردم بی فرزند میفهمید. مرد و زنی که فرزند ندارن برای به دست آوردن فرزند تمام طبیب های روی دنیا را دور گشتند، با تمام مملکت ها قدم زدند تا که اونها فرزند بیابند. شما قدر این دختر و این بچه را از آنها پرسین، اونها برای شما بیان میکنند. با شنیدن دختر چگونه ای که امروز بعضی از جوانهای ما و شما هم غمگین میشوند. به خدا قسم تو در نزد خدا بدبخت میشوی، تو گناهگار میشوی. این نعمتی هست که خدا بهر تو داده است. پیغمبر گوش انداز چی میگوید؟ من کان له انثى، اگر کدام مردی که صاحب دختر شد، فلم یعدها ولم یهنها ولم یؤثر ولده علیها ادخله الله الجنه. این بشارت پیغمبری خداست. کدام مردی که صاحب دختر می شود و این دختر را پیغمبر خدا گفت زنده به زنده برده در گور نمی کند، یا این از روی که ننگ باشد عار باشد وی را به هلاکت نرساند، ولم یهنها، یا این که این دختر را در خانه تحقیر نکند، دائم لط و کوب نکند، ولم یؤثر ولده علیها، پیغمبر میگوید
اگر بچه را از دخترش بالاتر نشمارد ادخله الله الجنه، قسم به عظمتی خداوند که این مرد و این زن وارد جنت می شوند. در خانه اگر دختری تو برابری بچه تو اگر قدر داشته باشد، در بعض خاندان دختر از بچه قدرش پست است. پیغمبر خدا گفت که اگر قدری وی در خانه که پست نباشد و وی را زنده به زنده گور نکنن، وی را در خانه تحقیر نکنن، این مرد و این زن وارد جنت می شوند. در دیگر حدیث پیغمبر خدا می گوید من عال جاریتین حتی تبلغا. پیغمبر می گوید کسی که اگر دو دختر داشته باشد و این دو دختر را تربیه کند، تربیه خوب اسلامی کند، یعنی اینها را در داخل گفته های خداوند تربیه کند، حتی تبلغا، تا وقتی که این دخترها به وایه می رسند، جاء یوم القیامت انا و هو کهاتین و ضم اصابعه. پیغمبر خدا گفت کسی که اگر دو دختر را تربیه اسلامی میکند، تربیه نیک میکند، تا که فردا باز در یک جوان خدمتگار شود، در اسلامش خدمتگار شود، روز قیامت این پدر و این مادر چگونه می آیند گفت پیغمبر انا و هو کهاتین، همین دو انگشت من دیدین گفت پیغمبر چگونه نزدیک هستند، من و پدر و مادر این دخترها روز قیامت یک جایه هستیم. و ضم اصابعه، پیغمبر میگوید باز انگشت‌هاش جمع کردن گفتن انا همچنان نزدیک هستیم. اگر کسی دو دختری خود در خانه تربیه خوب میکند، تربیه نیک میکند، دخترها را دوست میدارد، زن دوست میدارد، روز قیامت این چنین معامله من بهر او انجام میدهم. شما مقایسه کنین که زنهای دوره جاهلیت قدرش بینین و زنهایی که در دوره پیغمبر ما و شما، زنهایی که بعد اسلام، بعد آمدن قانون چه حقوقها را اینها صاحب شدند. روز پیغمبر خدا یک حدیث هست که حدیث مسلم است. پیغمبر خدا گفتند لا تضربوا اماء الله، ای مردها، خطاب به سوی مردهاست، شما کنیزکان خدا را نزنید. اماء الله اشاره به سوی زنهاست، شما زنها را نزنید گفت پیغمبر. اماء الله را محدثا میگویند که در همین لفظ اماء الله پیغمبر زنها را کنیزکان خدا خواند، گفت کنیزکان خدا را نزنید. فجاء عمر رضی الله عنه الى رسول الله صلی الله علیه و سلم و قال یا رسول الله زائرنا النساء على ازواجهن فرخص فی ضربهن. میگوید یک روز بعد آن که پیغمبر سفارش داد که مردها زنها را لط و کوب نکنید، اینها کنیزکان خدا هستند، مردها دیگر زنها را نزدند، زنها را نوازش میکردند. بناگاه روز حضرت عمر پیش پیغمبر خدا آمد و گفت پیغمبر خدا این زنها از روزی که ما اینها را آداب نمیدهیم، اینها را نمیزنیم، بالای مردها دلیر شدند، مردها را دیگر گوش نمی کنند. زائرن النساء، زائرن به معنای دلیر شدند. فرخص رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ضربهن. پیغمبر وقتی این شنیدن غمگین شدند، گفتند نخواد که زنها شوهرها را به حرمتی کرده باشند، نخواد که من اونها را رخصت دادم که اینها را نزنند، اینها بازم این باز مردها را به احترامی کنند. از این خاطر پیغمبر نزد عمر گفت اونها را برای آنه که آداب گیرند و شما را احترام کنند زنیدشان گفتند.
لیکن چگونه زنید؟ چگونه زنید؟ واضربوهن ضربا غیر مبرح. این دیگر حدیث است، این دوام این حدیث نیست. پیغمبر گفتن واضربوهن ضربا غیر مبرح. غیر مبرح معنای این دارد که نه چندان سخته، یعنی زنها را برای آداب، برای احترام شما، اگر مبادای اونها گردن کشی کردن، اونها شما را احترام نکردن، برای آداب چنان زنید نه چندان سخته. حتی در بعضی روایت ها میگوید که پیغمبر خدا گفتن با همین دست ها در جای ملایمی زن، یعنی در دنبه وی زنید. بین اینم یک غمخواری اسلام است، اینم یکی از حقوق زن هاست. وقتی که مردها زدن پیش گرفتند، پیغمبر خدا در دوام حدیث میگوید فاطاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن. بین وقتی که مردها زدن پیشه کردند، در حال همه زنها خیستند و به خاندان پیغمبر آمدند، به خاندان زنهای پیغمبر آمدند. میگوید نساء کثیر، زنهای بسیار جمع شدند. یشکون ازواجهن، آمدن شکایت از شوهرها کردند. آمدن نزد زنهای پیغمبر گفتند پیغمبر خدا رخصت داد برای زدن. امروز مردها از آن حدی که پیغمبر گفته است از او گذرانیدند. ما نزد پیغمبر بهر شکایت آمدیم. وقتی زنهای پیغمبر این شکایت زنها را به گوش پیغمبر رسانیدند، پیغمبر خدا چی گفتند؟ فقط اطاف بآل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن لیس اولئک بخیارکم. بین پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند من گوش به آواز شدم، من درکدار شدم. ای مردها، با مردها را جمع کرد پیغمبر. ای مردها گفت زنهای امت اسلام شکایت دارند که شما آنها را میزنید، از حد مقرر شده گذرانیدید. آنها تا حد آمدن که بر من شکایت کردند و گفتند پیغمبر اولئک لیس بخیارکم. کدام زنی که از شوهر خود شکایت میکند، از زدن شوهر خود شکایت کند، همون مرد گفت پیغمبر بهترین شما به حساب نمی رود. اون مرد را گفت من مرد اساسی نمی شمارم وقتی که زنی او از زدن شوهر شکایت کند. این معنای چی را دارد؟ معنای او را دارد که حقوق زنها در اسلام چی بلندی هست. پیغمبر میگوید خیرکم خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی. ای جوانهای عزیز، پیغمبر میگوید ای مردهای عزیز، پیغمبر به ما و شما مراجعت دارد. خیرکم خیرکم لاهلی، بهترین شما کسی هست که با زنهای خود معامله نیک دارد. و انا خیرکم لاهلی، من با زنهای خود معامله خوب دارم. زنهای من از من راضی هستند، زنهای من دوست می‌دارند. باید شما هم گفت پیغمبر کار کنید که بهترین مرد باشید، با زنهای خود معامله خوب داشته باشید. این است حقوق زنها. باید که هر یک مرد حقوق زنها را پایمال نکند. آن چیزی که خدا که از آیاتها برای شما خواندم و آن حدیث هایی که برای شما شنوانیدم، باید که با این حقوق های زنها ما و شما عمل کننده باشیم. باید سخن خدا و سخن پیغمبر خدا
در نزد ما و شما قدر داشته باشد، قیمت داشته باشد. حتی پیغمبر میگوید النساء شقائق الرجال، این زنهایی که شما در نکاح خود دارید فراموش نکنید که اینها پاره از شما هستند. یعنی اینها را خداوند از مرد آفرید. حتی حدیثی هست که پیغمبر میگوید استوصوا بالنساء خیرا، همه شما را ای مردها نصیحت میکنم اینکه با زنها نیکویی کنید. فإن المرأة خلقت من ضلع، زیرا این که زنها از قبرغه چپ شما خدا آفرید. جان در قرآن میگوید وقتی که حضرت آدم خدا آفرید و او را خواب برد، وقتی خوابش برد از قبرغه چپ او خداوند یک تکه قبرغه را گرفت و این زن را مام حوا را آفرید. و پدر ما و شما حضرت آدم از دیدن مام حوا خوشنود شدند و آرام گرفتند در جنت. یعنی اینها گفت پیغمبری خدا از همان قبرغه چپ مردها خدا آفرید. جان و این اعوج ما فی ضلعی اعلاه، پیغمبر در رام حدیث گفتند با درستی این که کجترین قبرغه های بالا هست. برای چی گفتن پیغمبر؟ برای چی گفتن که قبرغه بالا چند قدر کجش زیاد است؟ زیرا این که رسول الله میگوید فإن ذهبت تقیمه کسرته، اگر شما بخواهید که این قبرغه ها را راست کنید میشکنند. و این ترکته لم یزل اعوج، اگر به حال خودشان گذاریشان همون خیل کج میمانند. فاستوصوا بالنساء، با زنها نیکویی کنید. یعنی مقصد پیغمبر این است که زنها از قبرغه چپ هستند و اینها بسیار کج هستند. اگر شما خواهید که این کجی را راست کنید فقط میتوانید که طلاقشان دهید و الا دیگر اینها راست نمیشود. فقط پیغمبر گفتند فداروا بها و تعیشوا بها، مدارا کنین، زندگی کنین. زیرا اینها از چنین متریال خدا اینها را آفرید است که اینها را راست کردن نمی شود. فقط اینها قطعی می توانید شما معامله خوب کنین، گفتاری خوب کنین، چگونه که سرور ما و شما پیغمبری خدا انجام دادن. این است یک قسم از حقوق زنها بالای شوهرها. و البته اینجا قسم زیاد حدیث ها و بعضی از قصه ها باقی ماندن و انشاءالله جمعه آینده باز در باب همین حقوق زنها بالای شوهرها چه حق ها دارن و شما صحبت میکنیم و خدا خواسته باشد بعد جمعه های آیندهش حق شوهرها را بالای زنها هم بهر شما صحبت میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند و مراد و مطلب های ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند و برای هر یک مرد مسلمان خدای مهربان زن مسلمان را نصیب بگرداند.